حميد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بیان صبر و شکر را که بندگان خدا مامور ساخته بود که یا از صبر و شکر کار بگیره. صبر و شکر یقینا دو مورد امتحان الله تبارک و تعالی است که در هستی دنیا بندگان خدا الله امتحان میکنه. در این مورد گاهی به مصیبت و تکالیف مبتلا میسازه که آیا بنده ما صبر میکنه یا نه، به این قضا و فیصله ما تسلیم هست یا نه، و گاهی فراوانی نعمتهای خدا و راحت خدا بالای بنده میکنه که آیا اینمی نعمتهای مرا این بنده ما در راه درست مصرف میکنه، نسبت نعمت به ما میکنه یا نمیکنه، آیا منعم حقیقی را و کسی که انعام کرده میشناسه یا نمیشناسه. پس معلوم شد که کل زندگی انسان ها سراسر امتحان است و این دنیا میدان امتحان. الله تبارک و تعالی در اینجا طریقه امتحان صبر بر ما بیان میکنه و الله تبارک و تعالی به کلمات تاکیدی بیان میکنه که خامخا لام برای تاکید است، نون برای تاکید است. الله تبارک و تعالی میگه انسان در دنیا محل راحت نیست، در این دنیا که تو آمده مورد امتحان الله تبارک و تعالی قرار میگیری. مواضعی که صبر انسان به او صبر میکنه چی است و باید در اونجا صبر بکنه. از او خاطر الله تبارک و تعالی موارد صبر در اینجا بیان میکنه، 5 چیز بیان میکنه. یم امور تشریعی شده میتونه و امور تکوینی شده میتونه. الله تبارک و تعالی امتحان میکنه. خو گپ در اینجا است که امتحان الله تبارک و تعالی چه قسم است؟ آیا امتحان انسان وارث؟ ما اگر کسی را امتحان میکنیم برای معلوم کردن قابلیت و اهلیتش یا بعضی امو قوت هایی که در وجود از اوست او نامعلوم میباشه، ما میخوایم معلوم بکنیم. اما امتحان الله تبارک و تعالی مثل امتحان انسان ها نیست، بلکه الله تبارک و تعالی توسط امتحانات بعض بندگان خدا میخواه استعدادهای درونی از او را بیرون کنه، به مردم واضح شود که شخصیت کدام شخصیت است. تنها موجود بودن یک قوت در درون وجود انسان استحقاق ثواب و عذاب نداره. اگر کسی در اونجا قوت گناه را داره و الله تبارک و تعالی او را در جهنم ببره، هر کس همی انتقاد اعتراض میکنه که یادم صحیح است که در وجودش قوت گناه بود اما گناه را انجام نداده. اگر یک کسی مستحق جنت میشه و ما بگوییم که در درون ازی قوت طاعت و تقوا وجود داشت، مردم انتقاد میکنه که آدم خو در بیرون عمل تقوا را انجام نداده. از امو خاطر است که الله تبارک و تعالی بندگان خدا توسط امتحانات امو قابلیت هایی که در درون وجودش گذاشته او را بیرون میسازه تا که از یک طرف اعتراض مردم ختم شود که چرا مستحق جنت شده و یا چرا مستحق جهنم شده، و از طرف دیگه یادم پخته شده بروه در این عقیده و فکر که داره در اون مورد خوب مستحکم و راسخ شود. امتحان الله تبارک و تعالی یقینا انسان در سرحد میرسانه که باز دیگه غیر از الله تبارک و تعالی از کسی دیگر حراس نداره و الله تبارک و تعالی همچو انسان را در دنیا هدایت نصیبشان میکنه و در آخرت مورد رحمت الله تبارک و تعالی قرار میگیره. چرا؟ به خاطر که به فیصله الله تبارک و تعالی راضی شده. این امتحان الله تبارک و تعالی و بعد از اون نتیجه امتحان الله برای ما بیان میکنه به انسان ها یک درس عظیم است. درس عظیم چی؟ که پناهگاه خیلی مهمه که انسان از هر طرف ناچار شده، دستش کنده شده، بزرگترین مرجع یا پناهگاه برای انسان است که به الله خود تسلیم بکنه. یقینا در دنیا هیچ کسی هم دعوا کرده نمیتونه که همه مطالب و مقاصد ما برآورده شده و ما هیچ نیازی به چیزی ندارم. از پادشاه گرفته تا رعیت همگی محتاج یک هدف هست و برای رسیدن به او هدف تلاش داره. لیکن کدام انسان کامیاب است در این میدان؟ انسانی که خود به الله تسلیم میکنه، فکر میکنه که من مملوک الله هستم، هر نوع تصرف الله در ما
قطعا درست است، جایز است و خوب میکنه. و باز عقیده داره که اگر ما مورد سختی و مشقت واقع شدیم، اگر ما امر الله را بپذیرم در او جهان کامیاب هستم. این اونمون نسخه است که یقینا مؤمنا را در میدان مبارزه کامیاب ساخته. از امو خاطر است که مسئله امی امتحان پشت سر مسئله فداکاری در راه دین و قربان شدن در راه دین است. قربان شدن در راه دین امر آسان نیست. هر کس آماده گپ نمیشه. کسانی آماده گپ میشه که یقینا و با الله تبارک و تعالی رابطه قوی داره، میدانن که من مملوک الله هستم. وقتی الله از وجود ما مطالبه میکنه که در کدام را مصرف شوه، ما آماده استم وجود خود بدم. و این اسلحه بزرگ مسلمان است که سبب کامیابی در تمام میدانهای جنگ شده. امروز اگر دنیا با پیشرفت های خیلی زیاد سریع خود دارای اسلحه های خیلی زیاد است، اما در مقابل اسلحه واقعی مسلمان توان مقاومت نداره. او کدام اسلحه است؟ مؤمن همیشه انگیزه طلب آخرت داره، به فداکاری جان خود، به قربان کردن جان خود امو هدف حاصل میکنه. از او خاطر در میدان مبارزه از مرگ هراس نداره. دنیای کفر هم امروز تلاش داره که همچون انگیزه‌ای که مسلمان ها داره و سبب کامیابیشان در میدان جهاد شده، برای افراد خود تلقین کنه، به این افراد خود، به لشکر خود امی گپ بفهمانه. شما میبینی در میدانهای جنگ و مبارزه مسلمان ها با وصفی که تعدادشان کم است، با وصفی که اسلحه و اسباب و وسایل ظاهریشان ناچیز است، اما بازم پیروز میشه. علت چیسته؟ در بین مسلمان ها و افراد جهادی همیشه انگیزی شهادت میباشه و نمیخوان که دیگه زندگی را ترجیح بده بالای امون نعمتایی که در آخرت الله برش مهیا کرده. و الله تبارک و تعالی در هیچ موقعی قدر اعزاز برای بنده خود قائل نشده مثل که در میدان جهاد قائل شده. چرا که الله تبارک و تعالی زندگی انسان هم میخره. الله خریدار است. یعنی کدام چیزی انسان که الله خریدارش باشه و او را به این طور یک قیمت میخره که او قیمت قطعا پرشدنی نیست، در جهان مثلش دیده نمیشه. یقینا او طور انسان دیگه یک لحظه آرام نمیشینه. مجاهدین الله تبارک و تعالی کوششایشانه، خونشانه، جانشانه، مالشانه، وقتشانه، قوت فکریشانه، استعدادها و قوتهایشانه الله میخره و در مقابل جنت میخره. از امو خاطر است که مؤمن یقینا بعد از شنیدن این آیات الله تبارک و تعالی دیگه تاب نداره که در دنیا زندگی بکنه. انس ابن نضر رضی الله عنه که در میدان از پیغمبر علیه السلام سوال میکنه که یا رسول الله ما که جهاد میکنیم چی در بدل داده میشه؟ پیغمبر الله میگه جنت. گفت جنت داده میشه؟ باز خرماها که در دستش بود او را مندازه که ضرورت به خوردن از این نیست. وقتی نعمت جنت بر ما داده میشه، به این نعمت دنیا ضرورتی وجود نداره. شما تاریخ اسلام مطالعه بکنید، بزرگترین اسلحه برای مسلمان انگیزه و عقیده قوی و راسخ است. این عقیده قوی است که هیچ اسلحه در مقابل از این کارگر نیست. دنیای کفر بعد از مطالعه دقیق، بعد از اینکه خیلی بررسی کردن میدانهای جنگ، درک کردن که اصل اسلحه‌ای که مسلمان داره کدام است. او فکر و انگیزی خیلی صاف و بی آلایش و پاک بوده، واقعی بوده و هم تلاش میکنه که حال افراد خود امی انگیزه بده. شما میبینی در جهان امروزی که مبارزه را یا شروع کردن، به افراد خود این عقیده را داده که ما علیه تروریسم یا تشریح میکنه هر کس که مردم وحشت زده میسازه، مردم خوف هراس افغانی میکنه، مردم در زندگی آرام نمیگذاره. یک انگیزه است که به افراد خود میده. وگرنه این مردم کی اینقدر توان مقاومت داره که از او سری دنیا بخیزه بیا در اینجا در کوههای تو جنگ بکنه. خب لیکن یا یک انگیزه برشان داده، اگرچه انگیزه از یا موقت است، وقتی که در میدان عملی جنگ داخل شوند خودشان درک میکنه که اینمو انگیزه خیالی بوده، حقیقت نداشته، یعنی واقعیت نداشته. از همون خاطر افراد جنگی این مردم بعد از آمدن در این وطن ما و شما باز یا دچار تردد و شک شدن. بسیار افراد ناتو آلی به امراض روحانی مبتلا شده، روانی مبتلا شده. علتش است که اونجا که کدام انگیزه داده میشه او انگیزه در اینجا وجود نداره، دچار تردد و پریشانی میشه. وقتی جنگ میبینه برای از یای طور وانمود میشه که محض رفتن شما سبب کامیابی است، ولی وقتی که در میدان جنگ داخل میشه متانت راسخ بودن مقابل میبینه حواس باخته میشه.
از امو خاطر است که اکثر شما براتان قصه شده باشه که در هنگام جنگ یا یک نعره های هیبتناک و وحشت زده را بزنه. علتش است که یا در مقابل امو انگیزه و قوت نداره. ببینید نقطه خیلی مهم است که الله تبارک و تعالی در قرآن ذکر میکنه. چرا؟ مجاهد شهادت میخواه، او دیگه چیزا نمیخواه. او منظورش تسلط سری مردم نیست، منظورش این نیست که ما آرام باقی بمانم، منظورش این نیست که تمام مسائل مادی در زیر کنترل ما باشه. منظوری او است که یا شهید شوم و یا نظام الله در روی زمین حاکمیت پیدا بکنه. اینی منظورش است. قرآن کریم از او همیشه تعبیر به فی سبیل الله میکنه. در اینجا باز ما مسلمان ها را الله یک انگیزه میده. دنیا یقینا خیلی سخت است، دشوار است، زندگی دنیوی بسیار مشکلات داره. ما و شما خصوصا مسلمان ها در دنیای اسلام که میبینیم همه رنج ها فقط در جامعه اسلام دیده میشه، همه تکلیف ها و مصائب در جامعه اسلام دیده میشه. اگر میبینی قحطسالی است در بین مسلمان هاست، جنگ و جدل است در بین خود، زدن و کشتن است در بین مسلمان هاست. اگر میبینی ضعف اقتصاد است در بین مسلمان هاست. اگر میبینی کل مصیبت ها و آفت ها سیلا میشه، زلزله ها میشه، در بین مسلمان ها میباشه. این گپا باعث میشه که نعوذ بالله انسان حواس باخته شوه و راه و مسیری خود ترک بکنه. لیکن الله بر ما این تلقین میکنه که دنیا محل زندگی تا نیست، هدف زندگی نیست که در دنیا ما آرام زندگی بکنیم. این دنیا یک پل است، یک پل عبور و مرور است که در جهان دیگه شما را میرسانه، یک واسطه و وسیله است. از او خاطر به سختی و به راحتی این جهان اتکا نکنی، اعتماد نکنی، این زود گذر است. عواملی که انسان واقعا آشنا با نعمتهای آخرت میسازه بسیار عوامل است. یک عوامل همیسته که خود قرآن برای ما معرفی میکنه که صحنه امتحان است. ما برای از این نامدیم که آرام زندگی در دنیا بکنیم، در دنیا آرام زندگی نیست. از او خاطر الله به طریق تاکید ذکر میکنه ولنبلونکم، خامخا ما شما را آزمایش میکنیم بشیء با یک چیزی ولو که خیلی کم باشه. چرا؟ به خاطر که این انسان الله تبارک و تعالی دمو درجه که الله خواسته دمو درجه برسانه. انسان توسط امتحانات خوب قوت پیدا بکنه، خوب آزموده شده شوه، کوره های آینگری را تیر بکنه، آلی فهمیده شوه که انسان واقعا مؤمن واقعی است، واقعا اخلاص داره، واقعا الله را شناخته، واقعا با دنیا ای فریفته نشده، عاشق دنیا نیست. یقینا انسان انسانی است که هم الله را شناخته، هم دنیا را، هم مسئولیت خود شناخته و هم حق الله را و هم فریفته نعمتهای آخرت و جنت است. انسان الله امتحان میکنه. ما امروز روزه میگیریم، برای چی میگیریم؟ به این خاطر میگیریم که الله ما را آزمایش میکنه. در اونجا اگر کسی بگه چرا مؤمن مستحق جنت ابدی شده و کافر چرا مستحق جهنم ابدی شده، برش گفته میشه که آدمی بود که خواهشات خود پایمال کرد، خواهش خود در زیر قرار داد و در مقابل رضای الله و در مقابل فرمان الله خود تسلیم کرده بود. از همون خاطر هدف از این انگیزه از این دائمی بود که همیشه در زیر فرمان الله باشه. از این خاطر الله نعمت ابدی برش داده. اما کافر تمام هم و غمش مادیات دنیا، فقط نعوذ بالله خواب و خور مثل حیوانات واری بود. اگر این دنیا را عمر دراز داده میشد بازم کافر و نمو هدف داشت، امو مقصد داشت، امو شوی زندگیش بود. از این خاطر جهنم ابدی است. آلی قرآن کریم برای ما میگه من الخوف، ما شما را امتحان میکنم به یک چیزی از ترس. اینجا دو قسم ترس است، یکی تشریعی است و یکی هم تکوینی است. ترس تکوینی این را میگه که الله تبارک و تعالی بعضی اشیای ترس پیدا کرده. بعضی از اشیای ترس انسان الله تبارک و تعالی امتحان میکنه که آیا خیلی میترسه، از الله خیلی زیاد میترسه یا از چیزی دیگری خیلی زیاد میترسه. ما میبینیم امروز از یک قانونی حکومت مردم چقدر هراس داره، تلاش میکنه خود آماده بکنه، لیکن آیا برای الله تبارک و تعالی همین قدر ترس از الله تبارک و تعالی داری؟ آمادگی برای ازو گرفته یا نه؟ ما میترسیم که پاسپورت ما در نام غلطی نباشه، قلم خورده نباشه. چرا؟ به خاطری که میترسیم از میدان هوایی رد میشیم، تکیت ما میسوزه، بلکه بندی میشیم. تلاش میکنیم قطعی خودی طور چیزی را نبریم که سبب گرفتاری ما شوه. حتی ادناترین نمی قدر چرس و هیروین قطعی خود برده نمیتاریم. چرا؟ یقین داریم که اگر ما اونجا گیر بیایم ما گرفتار میشیم، در زندان انداخته میشیم. از همون خاطر از امیالی
تلاش میکنی خود بسیار صفا کنی، پاسپورت تا خوب جور بکنی، ویزا را درست بگیری، وقت و تاریخ برات معین باشه، به خاطر که در اونجا دوچار مشکل نشوی. ترسید از اونجا زیاد است. ولی اگر یک مؤمن و بنده ترس از الله داشته باشه که بله پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستم، الله قطعا محاسبه میکنه چقدر آمادگی داره که من پیش الله خود روان هستم، آیا اینطور کاری را انجام داده باشم که سبب رسوایی و شرمندگی خودم باشه. مشکل این میجه است، عقیده جور شدن، ایمان راسخ پیدا کردن، این برای خود وقت کار داره. محض ما مسلمانای میراثی وری پدر و مادر مسلمان بود، ما مسلمان هستیم، این ایمان نمیگه. ایمان او را میگه که در قلب ما این عقیده خوب محکم شوه و اثراتش در زندگی ما دیده شوه. اثرات این میسته که تو تیاری میگیری، احتیاط میکنی، هیچگاه دست نعوذ بالله به معصیت نمیزنی. در جایی که الله در اونجا غضب میکنه، خفه میشه، در اونجا قدم نمیگذاری. اینی را میگه خوف تکوینی. خوف تشریعی چی را میگه؟ مثل که در جهاد هست، الله تبارک و تعالی ما را امتحان میکنه. یک طرف کافر میبینیم با اسلحه خیلی پیشرفته، با نیروی خیلی مجهز و قوی، و یک طرف تو را الله مامور به جهاد میسازه. شما صحنه های جهاد پیغمبر علیه السلام ببینید، صحابه چه مقدار بودن. امروز اگر جهان جمع میشه سر یک مملکت کوچک برای چیسته نعوذ بالله گرفتن از وا، اینمی قسم دو زمانم مثل اینمی حکومت‌ها و دولت‌ها و لشکرها جمع شده بود. جنگ احزاب مطالعه کنید، پیغمبر علیه السلام با یک نیروی خیلی کوچک در مدینه منوره محاصره میشه، حتی ضرورت پیدا میکنه از مشاورین جنگی سابق مثل سلمان فارس رضی الله عنه واره از او مشوره بگیره. او مشوره خندق میده و حالات و ساعتها را قرآن بیان میکنه که چطور یک روزی خیلی وحشتناک بود. همه قسم دنیای کفر جمع شده بود، فکر میکردن ما دیگه مسلمان ها را نمیگذاریم که نعوذ بالله دعوتشان در جهان روان شود، این مردم دیگه پیشرفت بکنه، ما امروز ختم میکنیم. اما ختم نشد، مسلمان ها مقاومت کردن، ایمان راسخ داشتن، میفهمیدن بس دیگه ما در میدان الله تبارک و تعالی مبارزه میکنیم. هیچ نوع حراسه. در جنگ احد یک دفعه که مسلمان ها شهید شده بود، ابو سفیان پس حرکت کرده بود، در یک موقعی رسید که عجیب گپ شد، ما واره تیار شکست داده، چرا این تا خانه هایشان نبردیم شه؟ از او خاطر اینجا جمع شدن، باز اراده کردن که برویم یار تعقیب بکنیم. خب باز یا باز هم دل نتانستن، ترس در قلبشان بود. اما کسی را پول داد، او را وادار کرد که بره در مدینه تبلیغ کنه که نه لشکر کفار دوباره برگشته. وقتی که او تبلیغ در مدینه کرد، پیغمبرم آواز داد امو کسی که دیروز در جنگ بود امو کس باید قتمه بروه، امو آدمی که زخمی زده است، امو صحابه جمع شده و حراس نداره و اینجا ترس نداره. اما منافقینی بودن که همیشه جانشان در خطر بود، تلاش میکردن چه بهانه های بکنیم، چه عذر تراشی های بکنیم که از صحنه و میدان جهاد خود دور بکنیم. عجیب گپ است. شما باور به الله بکنه، عالی هم امو امتحان وجود داره. امروز ما مردمی داریم که تلاش میکنه که ما مورد اصابت طعن مردم قرار نگیریم، زبان مردم قرار نگیریم. میدان مبارزه لط کوب زدن کندن غیره خو بگذار، دیگه هیچ آمدن نیست. چرا تلاش میکنه و فکر میکنه ما بسیار زرنگ هستم، خودت در پیش روی مردم قرار ندادم. این زرنگی نیست، این در حقیقت مداهنت است، این رعب است که از نعوذ بالله عقیده قوی نداری، وگرنه در مقابل بیان حق، دعوت حق هیچ وقت انسان حراسی نداره. اگر مورد تیر قرار میگیری، بم قرار میگیری، هر چی قرار میگیری، بدبختا بزدلا بیگاه در پشت اتاق ما در کلکین بمی دستی را انداخت. الحمدلله او در کلکین نآمد ولی سبب هلاکت بسیار کسا شاید میشد، لیکن امو هدفشان یا امو نعوذ بالله ارادی شو میشانه الله از بین برد. سعی کنی در مسجدی که از صبح تا بگار الحمدلله قرآن تدریس میشه، در اونجا یا حلقه حفظ است که دوره قرآن میشه، یا درس قرآن است، صبح درس قرآن است، دیگر تا شام درس قرآن است، اون خفتن اونجا ختم قرآن است. انشالله نظیرش در کابل نخواد موجود باشه. امروز دشمنای دین دشمنی با همون مرکز اسلام داره. شما ببینید آیا ما ولی خود نمایان نکنیم؟ اگر ما پشت حق نگردیم میفهمیم، به الله قسم این گپا را ما میفهمیم که ما تهدید به مرگ میشیم. تهدید نه، ما قطعا به این گپ گرفتار میشیم. روزی فرا میرسه که ما را میکشه، لیکن ما این را یقین داریم که کشتن خوب است.
اگر در این راه کشته شویم از اینکه افتخار بزرگ کجاست؟ به خاطر اشاعت دین، به خاطر فهم مردم که دین این امیره میگه. دین عبارت از مزخرفات نیسته. ای کاش که علمای ما درک بکنه کدام زندگی را شما میخواهی، کدام زندگی را. آیا الله را فریب داده میتونیم؟ با این خم رفتن خود میتونیم ما بگوییم که بله ما حق واضح کردیم؟ کلا قطعا نه. قرآن برای ما میگه، ما را امتحان میکنه که در طور صحنه و میدان که هراس داره، که ترس داره. ترس باید نداشته باشیم. ما پیدا شدیم در این دنیا برای مرگ. مرگ امر حتمی است، هیچ شکی نیست که مرگ دنبال ما آمده نیست. خو الله بکنه که مرگی بگوی به عزت باشه، پر افتخار باشه، مرگی رسوایی نباشه. ای کاش که او هدف خالد ابن ولید رضی الله عنه را ما میدانستیم که هنگام در بستره جان میده گریان میکنه که یا الله بدن مرا بیبی که چقدر طعنه ها و چقدر شمشیرها خورده، ولی افسوس است که ما در میدان جهاد نمیمرم. اونطور زندگی آدم داشته باشه. صحابه که کدام تعلیم از پیغمبر یاد گرفته بود و میفهمیدن که مرگ خامده نیست. خب کدام مرگ؟ مرگی که یقینا انسان عزت بده، مرگی پر افتخار باشه، مرگی نعوذ بالله دم بستر باشه که مرد اقارب دگرد نشسته باشه سرت گریان کنه. نه، مرگی برای اعلای کلمت الله باشه. اینجا این خوف تشریعی میگه، جهاد است، مبارزه است، مقابله است. تو هراس نداشته باش، از وسایل دشمن نعوذ بالله مرعوب نشوی، از قوت دشمن مرعوب نشوی. قوتی را که الله بری تو داده به دشمن نداده. و قوت کدام قوت است؟ قوت ایمان است. قوت ایمان به تو داده به دشمن نداده. ان شاء الله در هر میدان مبارزه شما ببینید ان شاء الله کافر کامیاب نمیشه. وگرنه ما و شما مردم افغانستان خب بالکل دیگه با چشم سر دیدن، با گوش شنیدن، با دست لمس کردن امو بلای عظیم و بزرگ. امو کسی که نعوذ بالله به وجود الله عقیده نداشت، کمونیسم، آمد بعد از اینکه نصف نفوس تو را هم به نظریه و مفکوره خود ساخته بود و همه مرکزهای قدرت هم در دسترس از او قرار گرفت. تبلیغات شومی از او هم خیلی زیاد بود. اما 4 تا مجاهد که حتی مفکوره قوی هم نداشتن بیچاره، یک روز آیات جهاد قرآن نشنیده بودن. هم ملای ما تمام عمر سری صدقه فطر گپ زده بود، آیت جهاد در سر منبر تبلیغ نشده بود. خب امی ملتی که در تاریک موجود بود زندگی کرده بود، امی قیام کرد. امو بلای سیاره نه تنها خودشانه بلکه نظریه و مفکوریشانه گلمش از دنیا چیند. این برکت ایمان است. اما ایمان ضعیفی که ما داشتیم که حتی فرق نمیتونستیم که غنیمت چیست و غیر غنیمت چیست. ولسوالی نمی گرفتن، چور میکردن کلکینه و دروازه‌ایش. خانه خود آدم چور کنه، ولسوالی خانه خودی ماست، او را ما چور میکردیم. چرا؟ نمیفهمیدن بیچاره کی غنیمت است یا خانه خود چور کردن است. همین قدر هم درک نداشتن. لیکن الله تبارک و تعالی کامیاب کرد. یادتان باشه این تبلیغات زهراگین و شوم و غلط مردم سبب بزدلی انسان نشوه. وگرنه اگر تبلیغات دنیا را ببینی، دنیا خود کلی وسایل اخبار پیش از یاست، آنقدر خدا کلان معرفی میکنه که تو میگی دنیا دمی مشتش است، هر قسم که بخواه امو رقم تغییر دیش آورده میتونه. لیکن ما با چشمی سر دیدیم که این مردم توان و زورمندی نداره، خصوصا در مقابل ایمان راسخ. اگر ایمان راست، ما همیشه ای را گفتیم که کاش که جهان اسلام متوجه یک نقطه میشد، کتاب الله و سنت رسول الله را مشعل زندگی خود می ساختن. دمی جمع می شدن، فرقواریت از بین می بردن، مرزها را از بین می بردن، مرزهای جغرافیایی را از بین می بردن، نژاد و قومیت پرستی را از بین می بردن، تنظیم پرستی را از بین می بردن، مذهب و گروه پرستی را از بین می بردن. فقط کلگی مسلم می بود، با کتاب الله و سنت رسول الله جمع می بود. با الله قسم اگری کافر خود کج برد سی می تانست. با امی وسایلش، امی وسایلش توسط کی کارگر است؟ میدان کی برش میده؟ منطقه بحر برش کی اجازه میده؟ کشتیش کی اجازه برش میده؟ راهنمایی و را بلدی را کی برش میکنه؟ خب ما و تو مسلمان هستیم، لیکن یادتان باشه این دنیا رفتنی است. خب به گوشی، خب به می تو روشن بشنوی، این دنیا ختم شده نیست. خب نباشه که نعوذ بالله اونجا در زمره کفار خلق شوی که ریش داشته باشی، خدا پالوی کافر استاد باشی در میدان عرصات نعوذ بالله. خب یادتان باشه دعوی اسلام کردی، قرآن کتاب الله را میخوندی، اما اونجا در لشکر کافر استاد شوی نعوذ بالله. او مسلمان با الله قسم، نه پاچایی میمانه، نه وزارت، نه دنیا میمانه، نه نعمتا، کلش رفتنیست. یک روز میبوری.
خب مرگ پر افتخار باشه. الله ما را امتحان میکنه. این صحنه امتحان است. سر انسان میگذره، خب بگذره، به عزت بگذره، به عفت بگذره، به غیرت بگذره. بابا و اجداد امام تلخان میخورد، نه بیلدینگ داشت، نه لکسس داشت، نه کدام موترهای خیلی مدل بالا داشت. توتی زردکی را که او خورده نمیشد، او را تلخان جور میکرد. در تلخان خب معلوم نمیشد که توتی خوب است یا خراب است. خود سری از او زندگی کرد، ولی نام و نشانش تا امروز باقی است. انگلیس تا امروز از نامشان لرزه داره. خود تو جناب آمدی، کلان خوردی، کلان نشستی، آنقدر ضعیف شدی که پرسان نکو. حالی دیگه تابع باش، هر فرمانی که او میده امو فرمان اجرا کو. به الله قسم شایان مسلمان خود قطعا نیست و شایان افغان هم نیست. اگرچه همی کلمه را که من در زبان کلمه افغان میگم قطعا مناسب نیست. ما گاهی هم نسبت به قومیت قطعا ندیم. قومیت معتبر نیست، اسلام معتبر است.